مهمانان محترم اگه من اجازت میتونم برای که اگر صدر مجلس بند بشه اگر اجازت ده ممکن سلامت باشید دوستان عزیز مهمانان محترم امروز با تشبث شعبه متدی و تحقیقات شعبه تحقیق برنامه فرهنگی و شعبه ادبیات و فرهنگ و هنر کتابخانه ملی دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان راهنمایی دستور بیبلیوگرافی هاشم گدا مجموعه مقاله و کتابنامه شهرخوالی و افتخار زادروز هنرمند ممتاز هاشم گدا بخشیده شده است که امروز خب در اول من میخواستم که یک دو سخن درباره این مجموعه دستور سخن کنم بعد نوبت رو بعد دیگران میکنیم اگر اجازه که شما صحبت کنید گرامی حاضرین ارجمند حضور مبارک شما را با مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که کاخ نور معنویت ملت تاجیک میباشد خیر مقدم میگویم حضور هر یک شما و این درگاه و کتاب مربوط و این چاره‌بینی نیز راهنمایی کتابنامه تازه نشر کتابخانه ملی است که با نام هاشم گدا مجموعه مقاله ها و کتابنامه شهرخوالی روی چاپ آمده در این روزینه که به میلاد استاد صنعت کینو تئاتر تاجیک هاشم گدا راست آمده است معرفی می‌گردد. دوستان گرامی طور شما می‌دانید ماه فوریه سال 2025 شماره هزارمین سلسله کتاب‌های هنرمند منورنگار تاجیک استاد هاشم گدا با نام کلاس و نشر رسیده وارد مخزن کتابخانه مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گردید. این پیام یکی از مهمترین واقعه ادبی در تاریخ طبع و نشر بشری بوده یک تحولات عمیق در عالم نگارش محسوب می‌شود. بله تحول زیرا تا امروز در هیچ یک دور زمان و در یگان گوشه سیاره یگان شخصیت ایجادکار عالم و متفکر شاعر نویسنده و فیلسوف اندیشمند از شرق تا به غرب از جنوب تا به شمال و چنین رقم آثار نشری نداشته هزار ساله‌های دیگر اسم تاجیک را در صدر ملت‌های فرهنگ‌آفر اندیشه‌ساز و گذشته از این ملتی ادب‌ساز و نابغه‌آفر معرفی می‌سازد. استاد هاشم گدا هرچند در صحنه تئاتر نابغه کار خود در نگارش بحر اندیشه و در اراده قوی و شکست‌ناپذیر است ولی با قلب پاک و صاف صمیمیت بالا و خاکساری و فروتنی همیشه در میان مردم است. آثار ایجاد مخصوص نیست برگرفته از آثار هاشم گدا نه تنها در تاجیکستان بلکه در کشورهای خارج نیز معلوم و مشهور بوده با تشبث کتابخانه ملی بعضی از آثار به زبان استاد و کتابخانه‌های مرکزی کشورهای سابق شوروی نیز دسترس گردیدند. در کتاب و کتاب را در خود می‌بیند. با چنین محصول ایجادی او سزاوار بزرگترین جایزه‌ها است و با این همه دستاورد در کینو و تئاتر کتاب‌نگاری و تربیت کادرهای ساحه جوانان در سمت هنر سینما به محافظ باید شامل فهرست شخصیت‌های نجیب و نابغه جهانی و کتاب گینس باشد. این اقدام دلالت بر آن است که او در تطبیق سیاست فرهنگی معنوی کشور ملت جهت همگانی نمودن کتاب و کتابخانه ولی غنی گرداندن فاند کتابخانه‌ها سهم خود را به شکل و اصول‌های برای خود خاص می‌گذارد و مرکز بزرگ نگهداری آثار ملی بشری این حال آثار استاد هاشم گدا را در یک جمع آورده همزمان دستخطها رسم و تصویرها لحظه‌های تاریخی حیات او را در گوشه‌های مخصوص گردآوری کرده و مرکزی تماشای هواداران داشته است.
این کتابنامه در مجموع مذکور ذخیره اطلاعاتی کتابخانه ملی تاجیکستان تهیه شده مواد سالهای 1980 تا 2025 در بر میگیرد. در مجموعه مذکور آثارنامه 1000 جلد و ادبیات دایر به کار امروزگار علمی و فراهم آورده شده است. باور داریم این مجموعه برای آسان نمودن پژوهش‌ها، جمع‌آوری کارنامه‌های استاد خیلی مساعد بوده با دانشجویان، آموزگاران، عالمان و هنرمندان، ایجادکاران، محققان صنعت و تئاتر و عموما و گروه وسیع خوانندگان جهتی خوبتر آشنایی پیدا نمودند با آثار هاشم گدا کمک خواهد نمودند. Благодарю. Узнавай писать немножко мимо СССР. Барабан здесь. وقتی که در یک چورابینی بودیم و با اشور سفر سخن دادن، اشور سفر مثل استاد همین خیلی افتیدن و برگشته و طرف جوانایی که میخندیدن گفتند بهار پیر میخندی؟ مخند، آخر به پیری هم رسیدن کار آسان نیست. میگن بسیار یک پرشعر معروف است، میگن تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. هر بیشه گمان مبر که خاریست شاید که پلنگ خفته باشد. استاد هاشم گدا در کدام موضوع، در کدام سمت، در کدام رویه قدم نمیگذارد از خود چون نابغه، چون نفری ناتکرار صدا می‌دهد. استاد هاشم گدا با آنکه تمامی عالم صنعت را، صنعت سینما را با کیناها، با نقش‌های خود تسخیر کرده بود، امروز عالم حرف، عالم سخن، عالم نویسندگی، عالم کتبی را با نوشتن اثرهای خود تسخیر کرد. هاشم گدایف 1000 کتاب نوشتنش به مثل همین است که امروز ما هم در روزنامه هم نگاشتیم. ما گازت SSSR در 17 شماره با جمعی 50 کارگر و قریب 100-120 هم مؤلف همگی 867 شماره در 17 سال برآمده. این برای عرض نیست و اما ببینید که هاشم گدایف تنها در طول 20-25 سال 1000 کتاب نوشته است. من فکر میکنم که هاشم گدایف با نوشتن همین آثار ارواح لنین را شاد کرد، چون که تا این وقت فکر میکردن که از نام لنین دیگران می نوشتن. از نام هاشم گدا کی می نویسد؟ او لنین نیست، او صاحب دولت نیست، او شاگردان فراوان ندارد، تنها می نویسد و موفق شد که 1000 کتاب بنویسد. این کار آسان و ساده و سهل نیست. این را همچون نفر میگویم که یک عمر با قلم سر و کار دارد. چون این سفته است در حکمت ارسطاطال یونانی، سخن پر کن تو از دانش و دانا گو، اگر دانی سخن شعر است زندانی، سخن در است پنهانی، زمان در تفکر به که عمر در پشیمانی. استاد هاشم گدا سر از 60 سالگی به این جانب به عالم نویسندگی وارد گردید و من در اینجا وقتی که نمیبینم از ریاست اتفاق نویسندگان یا هستم
این پدیده حاشیه گدا را اتفاق نویسنده ها باید استقبال بگیرد و اینکه امروز 88 سالگی حاشیه گدا را در کتابخانه ملی جشن میگیرند. این بار دیگر مژده از آن است که استاد حاشیه گدا صحنه سینما و تئاتر را ترک کرده، افتان و خیزان امروز به عالم نویسندگی وارد کرده که حضورش مبارک کنید. همینجا چیکار چه دوست معلومات باشد افتخار استاد حاشیه گدا واقعا هم در زمان قدیمت در دوران قدیم که استاد بسیار مخلص صنعت تئاتری همون دوران است، یک واژه موجود بود که میگفتند که زمان ما افتخار خواهیم کرد که در زمان زندگانی اخیلس و گکتر زندگانی کرده ایم. ما و شما روز میرسد که افتخار میکنیم که ما هم عصر، هم صحبت، هم زمان و هم دوران نابغه صنعت و ادبیات عالم شمول حاشیه گدا بوده. مبارک امان باد. فرهنگ جمهوری تاجیکستان دولت سفر میکنه. مرحمت سید وصف ستایش و تعریف توصیفی استاد حاشیه گدا را هم ما چندین سال است میکنیم. این کم است، تو آخری این کم است. تو اونایی هستیم و هستن ما باید عزت و اکرام ایشان را بجا بیاریم و هر کس که عزت و اکرام استاد حاشیه گدا را بجا نمیارد و از این فرهنگ بود است، از این ملت بود است. وظیفه‌دار است و قرضدار است، زیرا یک شخصیت برآورده، یک شخصیتی الکی میگم که تاریخی است برای ما شما، برای ملت تاجیک، برای صنعت تاجیک، برای فرهنگ تاجیک. ملت ما را، صنعت ما را، فرهنگ ما را، تاریخ تمدن ما را معرفی کرده است. هر یک نقش آفریده استاد حاشیه گدا این 1000 جلد کتابش کم است برای هر یک نقش آفریده استاد حاشیه گدا که هم در خارج هم در داخل. و امروز نمیدونم پیش از این پیشنهاد شده یا نشده بود، کمینه همچون وکالتدار مقامات اصلاحات پیشنهاد میکنم که جایزه برای استاد حاشیه گدا تأسیس داده شود. و هر دفعه که یکم شده این جایزه را صاحب می شود، یعنی از صنعت تئاتر کینو و خوشبخت‌ترین فرد است، خوشبخت‌ترین هنرمند است. این در هماوردی و همبستگی تمام تشکیلات‌های ایجادی، تمام قشرهای جامعه باید نماد هستیم. ببینید در خارج مملکت یک هنرمندی که در چند کیلوی زورآوری و کینوهای که نه قدر فرهنگ معنوی ترقه میکنن، البته حق در زندگیشون حیفلشون نمونده، خیابان ها، کوچه ها بنامان هستند. این از ما و شما وابسته است. هیچ پیشنهادی ما پیشنهادی که سازنده است، عبرت آموز است، از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان هیچ وقت رد کرده نمیشود. زیرا حاشیه گدا به همه چی میارزد. استاد حاشیه گدا و هر اون روزنامه‌نگاران، ژورنالیستانی که در چندین سال است در مانده سید وزارت خورشید طاولا و معلم از محبت کمال و در افراد حاشیه گدا شب و روز می‌نویسند. این تو احترام بزرگ و رسالت بزرگ ژورنالیستیشون در وصف ستایش و صنعت تئاتر کینو اجرا میکنند. اینو هم نفس، هم دل، هم زبان و نمیدونم هر چی که میگن در صفات حاشیه گدا، هر چی که میگن از امکانات استفاده برده رسالت خود را اجرا میکنند و ما نیز همچون اخلاصمند، همچون یک هموطن استاد حاشیه گدا باید همیشه در فکر ذکرش باشیم، همیشه احترام و عزت اکرامش را بجا بیاریم، نه سنگ ملامت بزنیم.
نه از آنکه از دور می‌نویسن هاشم گدا کتاب فروش هاشم کتابش بخر کتاب نفروشن ترغیب تشخیص که مثلا کتابخانه ملی وزارت فرهنگ میکنن روزنامه‌نگاران میکنن ما و شما وابسته هستیم ما و شما وظیفه‌دار هستیم از این خاطر این غزل هاشم گدا من در مطبوعات دعوی هم در کتابم چون در شبکه اجتماعی من بسیار با فرصت میخونم برای چه با فرصت میخونم بسیار تحمل کرده زیرا هر یک سطری کتاب استاد هاشم گدا رو مثلا از هر ساخت که من شب 20 دقیقه و 30 دقیقه خوندم از کتاب هاشم گدا این دروغ است یعنی خیلی خودنمایی است خیلی از هر ساخت کردن است هر یک جمله‌ش هم میخونی یک دفعه فکر میکنی که استاد هاشم گدا چی میخواهد یک تصویر یک سنتی نقاشی رو میبینیم کفتگی میکنیم حالا یه درک احساس نکرده تورکی از جمله های استاد هاشم گدا درک احساس نکرده کفتگی میکنیم این ساختارکاری این خودنمایی و ما و شما نمیزیبد و هیچگاه حق نداریم که نسبت استاد هاشم گدا کج نگاه کنیم یا کج سخن بگیم یا که بگیم ما نفهمیدیم اون چی میخواهد نفهمیده پرسیدن در دسترسترین هنرمند است دسترسترین اختیار است که ما در کوچه هم دیدن میتونیم در مؤسسه هم دائما رو بزنیم بیدار در شهامت و در خواب صنعت است بیدار در شهامت و در خواب صنعت است تبلرزه هنر به همه تاب صنعت است تبلرزه هنر به همه تاب صنعت است در سجدگاه صحنه مپرسش ز این و آن در سجدگاه صحنه مپرسش ز این و آن فریاد در سکوت ز محراب صنعت است فریاد در سکوت ز محراب صنعت است آدینه های صحنه کمال حقیقتند در باب سرنوشت خود ارباب صنعت است دیوانه‌اش مگوی که هوشیارتر ز ماست ما یک دیوانه استاد هاشم گدا هوشیارترین هوشیار است با او خاطر ما دیوانه صنعت ایشان هستیم و ما باید این دیوانگی خود را با استاد هاشم گدا با صداقت و صمیمیت در دل بپروریم و دیوانه استعداد او باید باشه یعنی تمام هستی خود را همچون یک اخلاصمند هنر بالا هاشم گدا باید در دل محفوظ نگاه داریم و در زبان تشریف و ترغیب کنیم دیوانه‌اش مگوی که هوشیارتر ز ماست در کوچه ها مبلغ آداب صنعت است دیوانه‌ای که آداب صنعت آداب تاجیک بدن آداب فرهنگی بدن ما را ترغیب میکند دیوانه‌اش مگوی که هوشیارتر ز ماست در کوچه ها مبلغ آداب صنعت است دزدانه می رود ز پس و پیش صحنه ها داغی که در شب است ز مهتاب صنعت است مهتاب داغی که در شب است ز مهتاب صنعت است و این داغ به معنای مثبت است این داغ به معنای هنر بالایی است که در همین دنیا اگر در همین دو روزه دنیا از خود یک به معنای مثبت داغ نمانه در دامن تاریخ در دامن جامعه در دامن فرهنگ پس برای مردن زندگی کرده یعنی هدف ما برای مردن زندگی کردن نیست از خود یک نقش بگذاریم از خود یک میراث بگذاریم که آیندگان نسل آینده با ما افتخار کند و مثل استاد هاشم گدا باید تعریف‌ساز و تحقیق‌ساز باشیم و همچنین پیشنهاد دیگر کتاب‌هایی که ما حالا دیدیم و این خبری که چاپ میکنه و باز خداخواد با چاپ ادامه می‌یابد وزارت فرهنگ 5 جلد استاد هاشم گدا رو ما با عهده گرفتیم خودشان میدونن و این کاری سراسیمگی نیست برای ما چون ایجاد کاری سراسیمگی رو نمیپذیریم و افتخار میکنیم که ما هم اصل استاد هاشم گدا هستیم همه اینا باید افتخار کنیم و یک کتابخانه علاهیده نه در تابعیت وزارت فرهنگ
نه در طبیعت کتابخانه ملی، نه در طبیعت یعنی تشکیلات ایجادی کتابخانه استاد هاشم گدا باید تأسیس شود و اون باید در مرکز شهر دوشنبه باشد و تمام آثار استاد هاشم گدا هر چیزی که به او مربوط بباشه باید در اون کتابخانه بغیر از اون آثارخانه‌ای که میگیم کتابخانه علاوه باید موجود باشد و این کار با تشبث وزارت فرهنگ در تکیه به سیاست ایدئولوژی تکیه به تشبثات حکومت جمهوری تاجیکستان راه اندازی می‌گردد. برای شما برای اخلاصمندان و هواداران استاد هاشم گدا این روز مبارک میگویم. امروز روز تولد ملت است، روز تولد تاریخ است، روز تولد صنعت تئاتر و کینو است. مبارک باشید. هنرمندی تئاتر و سینما همه میتونه زیاد گفتن ولی من بیشتر به دنیای هاشم گدای نویسنده وارد شدم. اگر خطا نکنم اولین اثری که از هاشم گدا خوانده بودم درباره یک دیوانه بود، دیوانه ای که گاه با روسی حرف میزند گاه با تاجیکی حرف میزند. کتاب اثر به درجه عجایب بود که من تا آخر خواندم و در اونجا چی رو پیدا کردم. مثلا وقتی هر یک اثر رو میخوانی اول مقایسه میکنی که چی چیز برای خواندن اونجا لایق بود چی چیز نبود. در اونجا وقتی که یک نفر خواننده از دیدگاه یک دیوانه یا خودی طبیب از دیدگاه یک دیوانه اندیشه های تو رو میگوید و تو در اون اندیشه هایی که خواه دکتر میگوید یا خواه طبیب میگوید یا خواه خودی دیوانه اندیشه های میبینی که خودت میگوید و این چیز برای من خیلی عجیب بود. با همین این اولین اثری که من وارد شده بودم و این و آهسته آهسته بعد خواندن چندین کتاب‌های دیگر هاشم گدا همین چیز رو دریافتم که هاشم گدای نویسنده واقعا یک شخصی تنهاست. همین اگر خطا نکنم یک مصرع از شادروان سفر محمد ایوبی بود میگفت در میان ازدحام خلق تنهایم خدا. واقعا هاشم گدا در بر ما با ماست ولی با اندیشه های خودش با همون دنیای خودش و شخصانی به استعداد همیشه به گوشه تنهایی میگرفتند. این از تاریخ هم به شما معلوم است از زندگی نامه نویسنده و فیلسوفای بزرگان که همه آنها از جامعه میگرفتند. برای چی؟ برای آن که اون اندیشه که آنها گفتن میخواهند یا میگویند همون اندیشه اکثر نیست. یعنی اینها همیشه جایش میبید بررقم دریا بررقم مجرای آب شنا میکنند و همین چیز خصلت اساسی هاشم گدا را از نگاه من تشکل داده است که واقعا همچون یک شخص قلمکش باید همیشه اندیشه خود را دارد و اگر که در قالب کتاب نگنجد وقتی آخر من چند افسانه هاشم گدا به درجه دوست داشتم که حتی ترجمه کردم و حتی در افسانه هایش از این میگوید که بعضی از اون افسانه برای در شکل اصل بعدی ترجمه کردن و حتی از چاپ کردن اندیشه میکنم که جملهش کمتر اینش و شخص تنها همیشه شخصی است که مانند نیست به دیگران. به قول استاد مولانا زمان صالح شادروان مانند نبودن این تنهایی است و اون شخص تنها این که اندیشش با اندیشه جامعه سازگار نیست با اندیشه عام اکثر سازگار نیست این بدبختی نیست بلکه این دلیل ناتکرار و یگانه و صاحب اندیشه خود بودن آن شخص است.
سلامت باشه. یک بار دیگر مبارک شود. که در کودکی آرزوی روبروی استاد محترم هاشم گدو یک بار با دیدارشان موفق شویم، میسر شویم و برسیم. و یاد دارم شادروان پدرم فقط گازیتا 18 گازیتا ابونه میشدن و آنها که سرکار بودن بسیاری وقت نمیافتند که همون گازیتا ها رو، روزنامه ها رو مطالعه کنند و با من وظیفه‌دار میکردند که ادبیات صنعت رو خوانده مضمونش رو به من نقل میکنید و در هر یک شماره نگاشته های فلسفی استاد گرامی ما هاشم گدو در آنجا بودم و بعضا کلمه های آنها رو وقتی که من نمیفهمیدم از پدرم پرسان میشدم، میگفتم که بچه جان به اندیشرانی هاشم گدو رسیدن باید که در دنیای وای قرار داشته باشی و در آن وقت میتوانی که فلسفه بزرگی نگاه داشته هر یک سطری استاد عزیز را درک کنی و فهمی. و من همچون سرمحرر روزنامه نارودنای گازیتا نشریه حکومت جمهوری تاجیکستان همین رو گفتنی هستم که از روزی که ما با باوری رهبر دولت تعیین شدیم به حیث سرمحرر، از همان روز ما از نزدیک با استاد گرامی قدر همکاری خوب داریم و پیوسته نگاشته های این شخص بزرگ را خوشبختم که در صحیفه های نارودنای گازیتا ما چاپ میکنیم و سرچشمه فرهنگ امروزه ما استاد گرامی قدر هاشم گدو هستند و ما باید ایشان را در زنده بودنشان اعتراف کنیم، احترام کنیم، احترامشان را به جا بیاریم و از آن نفرانی که میگویم کتاب میفروشد در صحیفه های فیسبوکی میپرتاید ما باید با آنها سنگ زنیم و نگذاریم که نسبت استاد عزیزی ما به احترامی کنند. بار دیگر زادروزتان مبارک شود که با جشن غلبه بزرگی تمام جامعه جهانی اتحاد شوروی راست می آید. با شما همیشه سربلندی، خانوادگی، راحت فرزندان را تمنا دارم استاد عزیز و یک تحفه خوب سالانه داریم، همون را قبول کنید. نام پرزیدنت اکادمی ملی علوم تاجیکستان، عضو وابسته اکادمی ملی علوم ها، عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، پروفسور خوشبخت‌زاده خوبی جان خوشبخت استاد محترم را به این روز فیروز صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم و باشد که قلم استاد هیچ وقت خسته نشوند و هم نیروی توانایی که در سمت تالیف کتاب‌ها، در سمت رشد فرهنگ و هنری ملت تاجیک دارند همیشه رشد کند، همیشه سبز باشد. اکادمی ملی علوم تاجیکستان با استاد هاشم گدو رابطه خیلی قوی دارد، همیشه تشریف میارم. پرزیدنت اکادمی ملی علوم تاجیکستان استاد را پذیرایی میکنم و در پیش یک نقشه خیلی مهمی را تعریضی کرده ایستادن که با هاشم گدو در آن فعالیت یک عضوی در اکادمی داده شود، چون یک کار رو امروز کاربری کرده ایستاده همچون یک ستاره درخشان دایم نورافشانی کنند. و صاحب تبریزی میگوید که در مورد سخن و سخنرانی که اون نفری میگوید که با سخن سر و کار میگیرد که او سخنسنج است. سخنسنج سخنور در فن گفتار میگردد که چون گردی نامه 100 بار میگن. یعنی اگر چنین نکند، چنین سخن رو نسنجد، هیچ وقت سخن والا رو گفته نمیکنه. و استاد ما با سخن والا و بلندوار رو تمنا میکنه. همیشه زنده باشه استاد. استاد هاشم گدو در رسالت زندگیش که در پیش گذاشتن تا آخر عمر باید انجام بدهند، به نهایت نهاد و آرزوهایشان در سطح عالی است و من از فرصت مناسب استفاده برده بار دیگر استاد هاشم گدو را، ستاره صنعت تاجیک را، فیلسوف هنر اصیل اختیاری
ملی تاجیک را به این روز مولودشان تبریک و مبارکباد نموده و استاد پیش از همه سلامتی، چون سرچشمه همه هستی و شادی ما این سلامتی است. من آرزو میکنم که سلامتی استاد همیشه پابرجا باشد، عمرشان دراز و زندگیشان پر از فیض و برکت و بردباری و کامیابی باشد. و ما اهل کارمندان دانشکده تصمیم گرفتیم که روز 10 ساعت 10 چاره‌بینی علمی و نظریوی فرهنگی و خاطر روز مولود استاد هاشم گدا تشکیل کرده باشیم در دانشکده و من از اهل نشست دعوت به عمل می‌آورم که در دایره وقت امکانیت می‌توانید که به دانشکده برای تماشای یک سطح بلندی چاره‌بینی فرهنگی علمی نظریوی تشریف آورده باشد. بار دیگر مولودتان و تولید فرزند هزارمتان مبارک باشد استاد هاشمی گدا. ما دست هم میگورم اهمیت نمیدم. همین دست طرف که سبرا دست من گفت